حمله به کروکوس سیتی هال تا حال یکی از موضوعهای داغ رسانه‌های جهانی است. واشنگتن پست نوشت وقتی مقامات مخصوص ایالات متحده آمریکا ماه مارس روسیه را از آمادگی‌های داعش به حمله تروریستی آگاه کردند، آنها حتی گفتند که این حمله احتمالاً به هنگام یک کنسرت در کروکوس سیتی هال انجام خواهد شد. امنیتی‌های آمریکایی به نشریه گفتند که احتمالاً روسیه این آگاهی را جدی نگرفت. بروس پانیر تحلیلگری امور آسیای مرکزی سبب‌های احتمالی این را به ما شرح داد. امکان دارد که روسیه به اطلاعی که امریکا فراهم نمود قسماً باور کرد و یا که عموماً به اعتمادی نشان داد، چون که این زمان اتفاق افتاد که در پیش انتخابات پرزیدنتی روسیه بود و شاید در خدمات اکتشافی روس فکر کردند که چنین آگاهی میتواند برای به آبرو کردن فضای امنیتی روسیه در آستانه انتخابات از جانب آمریکایی ها مخصوص استفاده شود. ما نمیدانیم که مشخصاً امریکا به روسیه چه اطلاع داد و جواب روسیه چی بود. میدوزه یک رسانه آزاد وعده کمک تاجیکستان را به روسیه در تحقیق حمله کروکوس خبری بد نامیده است. این رسانه میگوید هر دو طرف در چنین تحقیق تجربه خوب ندارند. حالا مسکو حمله کروکوس را به اوکراین ربط دادن می شود. سال 2018 تاجیکستان حمله داعش به توریستان خارجی را میخواست کاری دست حزب ممنوع نهضت اسلامی و هم ایران معرفی کند. مثل مسکو ضد اوکراین معرکه اطلاعاتی برپا میکند، دوشنبه هم ضد ایران زمان تبلیغات به راه ماند، ولی منفعت های اقتصادی بالا گرفت و روابطش با این کشور دوباره خوب شد. حالا می نویسد میدوزه دوشنبه و مسکو همراه یکی از مدهشترین حمله ها در تاریخ روسیه را تحقیق میکنند و هر جانب برای دروغ گفتن بهانه های خود را دارد، اما این چیز متاسفانه به معلوم کردن حقیقت حادثه ها مانع خواهد شد. مهاجران تاجیک در روسیه از جنبه دیگری مقاله های مربوط به کروکوس است. نوه گازت یوروپا در مطلب با نام افتت را دیدن نمیخواهم نقل راننده تاکسی رستم را نشر کرده است که به خاطر تاجیک بودنش بسیار مشتری ها در روسیه از او حذر میکنند. همه روزه بیش از 1000 مهاجر کاری از کشورهای آسیای مرکزی با رفتار خشن، آزار پلیس یا بازداشت غیر قانونی روبرو میشوند. یک حامی حقوق به نشریه گفته است چرا وقتی در مثال روس‌ها و هجوم مسکو به اوکراین میگویند تمام ملت را نباید جزا داد، عین چنین اندیشه نسبت تاجیکان روا دانسته نمی شود. درباره افزایش احساسات مهاجر بدبینی سامانه صدای آمریکا هم نوشت. این سامانه از قول ادوارد لیمون تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی در واشنگتن گفت در شبکه‌های اجتماعی دعوت‌ها به اخراج تاجیکان با اتهام اینکه گویا تروریست هستند و برقرار شدن حکم قتل زیاد صدا می‌دهد. اکثر نشریه‌های غربی در تفسیر رویدادهای اخیر روسیه به دروغ بودن اتهام مسکو از دست داشتن اوکراین در این حمله تمرکز کردند، ولی آیا اوید به نقش شهروندان تاجیکستان در این حمله چه اندیشه دارند؟ تحلیلگر آمریکایی بروس پانیر در این باره میگوید مسلم است که 4 شهروند تاجیکستان که در دادگاه حاضر شده بیانات اعترافی دادند شکنجه شدند. در تمام مطبوعات غربی این چیز نوشته شده است که اعتراف آنها اختیاری نبود، بلکه زیر شکنجه صدا داد و نفری که بیرحمانه لطوکوب می شود در جنایت صادر نکرده هم اقرار می شود. عین زمان مطبوعات یادآور می شود که تاجیکان در حمله های ایران، ترکیه، افغانستان دست داشتند و از حمله تاجیکان در آلمان و افسانیا پیشگیری شد. البته آنها نمی نویسند که همین نفرانی که در دادگاه حاضر شدند اجرا کنندگان به واسطه حمله می باشند. ولی نشریه فرانسوی لوموند گفت شهروندان تاجیکستان از نظر عضویت در داعش ضعف پذیر هستند. این نشریه نوشت شاخه خراسان داعش در آسیای مرکزی شبکه‌های خود را از نو فعال می‌کند. نشریه ادعا کرده است که تاجیک و ازبک و ترکمن و قرغیزها قسم کلان اعضای این سازمان را تشکیل می‌دهند. در حالی که بسیاری ها میگویند تروریست ملت و مذهب ندارد، یک ایرانشناسی معروف غربی در تحلیل مختصری در روزهای اول بعد حمله در مسکو یادآور شده است که تاجیکان تا انقلاب بخارا نخبگان فرهنگی آسیای مرکزی بودند و مکتب اسلامی بخارا با بغداد در رقابت بود. ریچارد فولتز در سامانه ABC نت در مطلب با نام چرا روسیه از ظهور تروریستان در میان تاجیکان هراس دارد به تاریخچه این مردم کهن و وضع امروزش مراجعت کرده است.
فولت میگوید اتحاد شوروی و سیاست تبرتقسیم بخارا و قلمروهای زیاد تاجیکان را در اختیار ازبکستان واگذار کرده تاجیکان را از مرکزهای فرهنگیش محروم نمود. به گفته دانشمند بعد پاشخوری شوروی تاجیکستان جبر زیاد دید، به سرش جنگ شهروندی آمد و رهبر خودکامه‌اش امام علی رحمان کشور را غرق فساد و سرکوب‌های سیاسی کرده مردم را پیوسته با خطرها از خاک افغانستان همسایه تهدید می‌کند. امروز حتی آموزگاران دانشگاه‌های تاجیکستان نمی‌توانند معاش دریافت کنند که برای بنیاد یک عائله درست کمکشان شود. میگوید ریچارد فولتز مردمی از دست نظام بی قدرت و تحقیر شده آسان به حرف ملاهای تندرو داده می شود چون آنها گویا قدر و منزلت آنها را بالا میبرند. مشکلات مالی و ناامیدی های اقتصادی مثل یک محلولی ترکنده می شود، همانگونه که یکی از گمانبران بعد بازداشت گفت با وعده دریافت 500,000 روبل راضی شد در حمله تروریستی اشتراک کند. سامانه کریان تایمز خاطره های پرزیدنت شرکت دایکوان اینترنشنال صاحبکار کریایی چو چونگ دایر را از تاجیکستان زمان کارش در ساحه پخته سالهای 90 نشر کرده است. او میگوید تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی مکان مهاجرت مجبوری مردم کریایی در دوره استالینی بودند که زیر بار محدودیت های فراوان قانونی زندگی را از سر شروع کردند، ولی مردمی مهربان و تحمل پذیر و انسان دوست این قلمروها برای مهاجران کریایی خانواده دوم شد. او میگوید در سفرهایش به تاجیکستان تحت تاثیر فرهنگ و خصلت‌های نیک قصه ها از سرگذشت‌های دلریش کننده تاجیکان در مهاجرت مانده است. او میگوید که رنگارنگی فرهنگی مردمان مختلف باعث همدیگر فهمی بین کشورها می شود تا که در همبستگی یک آینده مشترک را بنیاد کنند.